مهمترین راز اینستاگرام رو میخوام تو 1 دقیقه بهت بگم. با من باش تا بهتر کنیم. اینستاگرام یه محیط بصریه. مهمترین راز توش اینه که نگو، نشونم بده. ببین وقتی مشتری داخل مغازه شماست میتونه محصول رو لمس کنه، کیفیتش رو از نزدیک ببینه. ولی تو اینستاگرام من مخاطب نمیتونم محصولی که تو داری رو لمس کنم و تشخیص بدم این کیفیتش خوبه یا جنسش خوبه. پس تو به جای اینکه هی بیای بگی که این جنسش محکمه، این خوبه، هیچ اتفاقی نمیفته. بیا و بهم نشون بده که جنسش خوبه. بیای به جای اینکه هی به مخاطب بگی مثلا این ساعت قفلش محکمه، یه وسیله بردار بزن رو قفلش تا نشون بدی این قفلش محکمه. یا به جای اینکه بگی این ساعت خط نمیافته صفحش، یه سویچ بردار بکش رو صفحش تا قشنگ طرف ببینه که این خط نمیافته. این قضیه رو میتونی بستش بدی تو همه چی. مثلا به جای اینکه بیای بگی من دوره‌ای میفروشم بهت که تو رو از 0 به 100 میرسونه، یه 4 نفر آدمی که به 100 رسوندی و بیار جلوی دوربین تا قشنگ به مخاطب توضیح بدن که من با دوره ایشون از 0 به 100 رسیدم و الان به درآمد رسیدم. اصل فروش تو اینستا دقیقاً همینه. خب حالا به این نتیجه میرسیم که لازم نیست بیای جلوی دوربین فقط حرف بزنی. عمل کن، یه 4 تا چیز نشون بده که به مخاطب القا بشه که جنست واقعاً خوبه. حالا بیا تو کامنت ها برام بنویس که تو زمینه کاری خودت میتونی چه چیزایی رو نگی به جاش نشون بدی.